ҳамид дубора аз дафтари марказии радиои озодӣ дар программа Шагул Хоҷат дар рӯбарӯи шумо бозам қарор дорам, то ин ки сархати хабарҳои муҳими Тоҷикистон ва ҷаҳонро барои шумо айзон бирасонам ва умедворем ки чанд дақиқаи худро бозам барои шунидани ин хабарҳо ҷудо хоҳед кард ва фаромӯш накунед ки барномаи хабарии мо баъд аз камтар аз 3 соати дигар дар озоди видео ютуб ки канали радиои озодӣ аст ба шумо пешниҳод карда мешавад. خب شروع بکنیم از آن که تاجیکستان صاحب مرکزی بارکشانی کلانترین در آسیای مرکزی شد و ترمینال نفت در فرودگاه بین‌المللی شهر دوشنبه بنیاد گردیده است. برای ساختمان آن میلیون ها دلار صرف شده است. کدام کشور در بنیاد ترمینال بزرگ سهم داشت و ظرفیت بارکشانی آن چقدر است؟ در برنامه خبری با پیشنهاد گزارش در این مورد برای شما معلومات خواهیم داد. به داد دهقانان ناحیه فرخار کی میرسد؟ 10 گکتار زمین پخته دهقانان این منطقه بنابر بی آبی سوخته است و کشاورزان میگن اگر در 3 یا 4 روز دیگر مشکلشان حل نشود کاملا حاصل را از دست میدهند. کشاورزان برای پرورش پخته آخرین پولهای خود را صرف کردند. این هم در حالی است که گرمی حالا در جنوب تاجیکستان تا به 45 درجه میرسد. اردوغان ارمانهایش را عملی میکند. در ترکیه انتخابات پرزیدنتی و پارلمانی نتیجه گیری می شود. طبق حسابهای پیشکی پرزیدنت فعلی رجب طیب اردوغان باز برای چند سال دیگر در سر قدرت خواهد ماند. پیروزی او و حزبش در انتخابات با سیاست و اقتصادیات بعدی ترکیه چه تغییراتی خواهد آورد در برنامه همراه با شما مطرح خواهیم کرد. فیفا نرخ بازی‌های جام جهانی را برای تاجیکستان ارزان کرده است. مسئولان تلویزیون ورزش میگویند همکنون آنها پخش زنده بازی‌ها را از مکان برگزاری آن با صدای تازه ورزشگاه دسترس کرده با شرح زبان تاجیکی تقدیم هواداران فوتبال میکنند. امکانی که قبلا برای تلویزیون های تاجیکستان دسترس بود، اما این مسئولین میگویند که بر اساس توافق با فیفا حق ندارند سبقت‌های جام جهان را با زبان تاجیکی بیرون از حدود کشور پخش کنند. دوستان نظامی ختلان 2 کارمند کمیسریت حربی ناحیه بخش را برای زورن حاضر کردن یک آموزگار جوان به جوابگری میکشد. تحقیق دوستانی معین کرده است که این آموزگار در ارتش خدمت خواهد کرد، اما کمیسریت حربی نباید برای جلب او از دخلی استفاده میکردند. یعنی این به آن معنی است که مهم نیست مکتب معلم دارد یا نه، اما باید این معلم ابلغ نمیشد و اکنون او 2 سال خود را در ارتش خواهد گذراند. تفصیلات را شما در برنامه خبری به زودی میفهمید. اکنون زنان عرب هم پشت چنبر کشور اجازه رانندگی را نداشتند. از این روز دیگر آنها حق پیدا کردند که بدون حضور شوهر و پدر و برادر خود رانندگی کنند. رفع این محدودیت را زنان و مردان خانواده آنها چگونه قبول کردند و وضع اقتصادی آن کشور چه تاثیر خواهد داشت در برنامه امروز برایتان مفصل میگیم. فراموش نکنید که برنامه خبری رادیو آزادی بعد از کمتر از 3 ساعت دیگر طریق پخش مستقیم در آزادی ویدیو که کانال مخصوص ما در یوتیوب از پیشنهاد شما می شود و البته خبر و گزارش‌های بیشتر از این رو شما میتونید در سامانه ما www.azadi.org پیگیری کنید، با خبر شوید، چون همکاران ما در سراسر کشور و میگونه بیرون از تاجیکستان خبرهای مهم را پیگیری دارند و فکر میکنیم تا شروع برنامه خبری ما باز میتونیم خبرهای مهم را به سهم شما برسونیم. این برنامه همگی 15 دقیقه دوام میکند و تحولات اخیر تاجیکستان و جهان را در بر میگیرد. همه شما را ما بعد از 3 ساعت دیگر منتظر هستم.